سلام سلام. با یک لایو دیگه اومدیم با یک دوست عزیز دیگه، نیلاب جان، که منتظرش هستم به من بپیونده و در مورد این بیزینس با هم دیگه صحبت کنیم. نیلاب جان عزیز اومدن، من شما رو اکسپت کردم. سلام میکنم. سلام. سلام ماندانا جان، حال چی شما خوب هستین نیلاب جان؟ چقدر خوشحالم که شما اومدین و دعوت من رو قبول کردین و اومدین به این لایف. تشکر از دعوتت ماندانا جان. مرا لایق دارستی که بیایم همراهت لایف. سلامت باشی. خواهش میکنم، خیلی خوشحالم که میبینمتون. من واقعا یکی از خوبی های این بیزینس همین هست دیگه، که ما توی لایف همدیگر رو میبینیم و یا به صورت آفلاین همدیگر رو میبینیم. بله ما خود تا بالا موفق نشدیم کس را آفلاین ببینم متاسفانه، چون اکثرا همکارای ما گدرینگ در کانادا می باشه و من در امریکا هستم و انشالله که یک روزی بیایم بخیر پاسپورت ما بگیرم و شما را از نزدیک ببینم. انشالله انشالله، حتما ما هم خوشحال میشیم. نیلاب جان عزیز، میشه خودتون رو معرفی کنید برای فالوورهای پیج من که بعد دیگه در مورد این بیزینس با هم دیگه صحبت بکنیم. بله حتما. سلام به هم عزیزایی که در پیج همکار عزیزم میبینین یا بعدا تکرار لایو میبینین از صفحات ارضی ما. من نیلاب هستم، در کلرادوی امریکا زندگی میکنم همراه شوهرم و دو دخترم. بک‌گراند فایننس دارم و تحصیلات خود در کشور عزیزم افغانستان تمام کردیم. تجاربکاری در بخش مالی دارم چون رشته‌ام هستم بخش فایننس و مدت 1.5 سال میشه که خوشبختانه این تجارت آنلاین شروع کردیم. خیلی هم عالی، خیلی هم خوب. منم خودم رو معرفی میکنم برای فالوورهای پیج شما. منم ماندانا هستم، در کالیفرنیا زندگی میکنم و بک‌گراند شغلی مامایی بوده و الان هم در رشته فارماسی تکنیشن مشغول به کارم. یک مادر هستم و در کنار این کارم بیزینس خودم رو دارم انجام میدم و خیلی هم خوشحال هستم. نیلاب جان، من یه سوالی از شما دارم. اولا میخواستم ببینم علت این که شما وارد این بیزینس شدین چی هست، که بعد به سوالات دیگه برسیم. بله حتما. امروز صندلی داغ هست، من دیگه همه سوالا رو از شما میکنم. نه من هم جواب میتم، چون اکثرا سوالایی که شما میپرسین شاید مشترک باشه بین دیگه هموطنای ما که میبینن بعدن لایو و جواب سوالات اونا هم داده میشم. دوستای عزیز، دلیلی که من خواستم یک تجارت آنلاین داشته باشم در قدم اول ای بود که من یک مادر هستم و طفلای ما زیاد برم نیاز دارن، مخصوصا که سن طفولیتشان است فعلا و برای هر مادر طبعا اولویتش زندگیش اول طفلش است، اولادش است که میخواه کنارش باشه، بزرگ شدنشان ببینه، مایلستون هایشان مس نکنه، در جلسات والدین باشن. طبعا همگی اینا را میخوایم، ولی متاسفانه بنا به این شرایط سختی که در کشورهای توسعه یافته وجود داره، اقدر متاسفانه مثل که مادرهای خود ما به ما وقت داشتن ما به طفلای خود نداریم، مجبور هستیم یا اونا را در دیکیر بانیم متاسفانه، و یا هم مکتب که فول تایم شوه طبعا هیچ کس را نمیبینه. حتی متاسفانه قدر شرایط در اینجا سخت است که شوهر خانم وقت ندارن یک دیگر رو ببینن و من قسم یک زندگی ماشینی و زندگی پیچک در پیچک نمیخواستم. میخواستم یک تغییر بدم، یک پلان مالی داشتم همیشه که یک بزنس آنلاین داشته باشم که هم بتونم کار کنم، درآمد داشته باشم، یک بازوی باشم به شوهرم و بتونم فامیل خود در کشور عزیزم کمک کنم و هم همگی میخواد استقلالیت مالی داشته باشه و چی خوب است که کنارش آزادی زمان داشته باشیم.
تا به ترمز و مقررات خود زندگی کنیم. نباشه یک نفر بالای سر ما که بر ما وقت تعیین کنه و کار تعیین کنه که در چی زمان ما کار کنیم، در چی زمان نکنیم. وقتی که من عد یکی از دوستا را دیدم، به مجردی که عد دیدم عاجل من در وبسایتشان رفتم و اسم و ایمیل خود را راجستر کردم، همراهشان تماس هم گرفتم، چون در ابتدا یک کمی شکاک بودم، شاید مثل هر کس دیگه سوالات زیادی داشتم. با منتورم تماس گرفتم و وبینار را دیدم. دوستا عزیز، شما هم وقتی که میخواین این بیزنس شروع کنین، قدم اولتان همی است که باید اول یک ورکشاپ 90 دقیقه را ببینین که کاملا رایگان می باشه. من همین پروسه را طی کردم و شروع کردم و حالا بسیار خوشحال هستم. به درآمدهای 4 رقمی در بیزنس رسیدیم و هم از بزرگ شدن اولادایم لذت میبرم، هم به کارهای خانه میرسم، چون ما یک خانم افغان هستیم و خانم‌های افغان اگر رئیس جمهور هم باشن ماندانا جان باید آشپزی رو در خانه انجام بدن. مردهای افغانستانی غذای بیرون دوست بله، ندارن. غذای خیلی خوشمزه هم دارن، نونهای خیلی خوشمزه دارن. تشکر، سلامت باشین. از تمام فارسی زبان ها هم قسم است. البته ما مردم های فارسی زبان زیاد رستوران تا خوش نداریم غذای خارجی را. بنابراین حال من میتونم برای همه اینا برسم، یعنی بیلانس و تعادلی را که میخواستم در زندگی داشته باشم به دست آوردیم. کنار کار خودش داشته باشه و هم میتونه به کار خودش برسه و هم اینکه این بیزینس رو هر زمانی که خودش دوست داره در هر مکانی که هست میتونه این بیزینس رو انجام بده. و خیلی ها هستن این سوال رو از من میکنن که ما مثلا کارمند هستیم، شغل فول تایم داریم، آیا میرسیم که بخوایم این کار رو در کنار این کار فول تایم رو انجام بدیم؟ بهشون میگم واقعا اینقدر فلکسیبل هست و راحت هست که قشنگ میتونید این کار رو انجام بدید و همه کار رو به هر حال سیستم اتوماتیکی برای ما انجام میده. خب نیلاب جان، سوال بعدی من این هست که چه چالش ها و مشکلاتی قبل از اینکه شما وارد این بیزینس بشید برای شما پیش اومد؟ برای شروع بزنس منظورتان است که چه بله چالش هایی داشتیم؟ بله، قبل از اینکه وارد این بیزینس بشین یک سری افراد هستن که یه سری مشکلاتی براشون پیش اومد. منم از اونجایی که میدونم شما هم یه سری مشکلاتی براتون پیش اومد میخواستم که اون رو بگین توی این لایف. بله حتما. دوستای عزیز، ما همیشه طبعا با مشوره فامیل یک کار شروع میکنیم، نمیشه که کارهای سر به خود انجام بدیم. حتما با بزرگان مشوره میکنیم و مخصوصا اول به شوهر ما یا برادر ما میگیم. وقتی که من از این فرصت عالی آشنا شدم، اطلاعات کامل گرفتم و هیچ شک و تردیدی در دل من نبود که یعنی کدام بزنس هرمی باشه یا غیر قانونی باشه یا مرا به کدام درد سر گرفتار کنه. اما متاسفانه شوهرم مثل من فکر نمیکرد، چون خیلی آدم مشکوک و شکاکی بود و اصلا اعتماد نداشت بالای سیستم. خب چون اطلاعاتم نگرفته بود و من ازشان میخواستم که مو اطلاعات اونا هم ببینن، اما باور نمیکردن. متاسفانه میان ما فارسی زبان ها دانش درست شاید از دنیای مجازی یا بزنس های آنلاین وجود نداره. تا که یک چیز به چشم نبینیم باور نمیکنیم، میگیم نه امو بزنس های فیزیکی یا سنتی که هست امو درست است، آنلاین ها شاید کلش اسکم است. متاسفانه اسکم هم زیاد است در سوشل میدیا. شاید از امو خاطر مردم اعتماد خود از دست داده که شوهر ما از امو جمله آدمایی بود که اصلا اعتماد نمیکرد روی سیستم. حتی ایمیل خودم میگفت شیر نکنین بر کسی، به این حد شکاک بود. و ما آمدم وارد سیستم که میشیم طبعا دیگه ما یک سلسله اطلاعات با شریک بسازیم و اصلا قبول نمیکردن. بالاخره ما در دوره ترایل که آمدیم، چون در دوره ترایل دوستای عزیز ما برای بزنس یک دوره تحقیقاتی یا مارکت ریسرچ داریم. کسایی که اولین بار از لایو ما را میبینین نمیفهمین، باید براتون بگویم که در این دوره ما 8 دانه ویدیو بر ما از طرف بخش خدمات و مشتریان ارسال میشه که تمام سیستم بزنس از 0 تا 100 توضیح داده شده، هم نحوه کار ما، هم کمپانی هایی که به شکل فرانچایز مدل در بزنس کار میکنن و هم نحوه درآمدزایی. وقتی که شما این 8 ویدیو را ببینین، البته به زبان انگلیسی از حدود 20% که انگلیسی بفهمین
دیگه سوال و شک و تردید بینتان به پیشتان باقی نمیمونه، چون ما هیچ چیز زیرمیزی و پنهانی نداریم. هر کسی که در بزنس آمده اینمی پروسه را طی کرده و تمام تحقیقات خود کامل کرده. هیچ شخصی نمیخواد پای خود در یک جای بانه که خدا ناخواسته برش مشکل ساز شود یا یک سنت خود حتی سرمایه‌گذاری کنه. بنان در دوره ترایل دوره بود که اینمی شکا و تردیدا را دور ساخت و همچنان ما کوچینگ کال می داشته باشیم، گروپ های وی آی پی داریم. تمام اینا را که بررسی کردیم، تحقیق کردیم، بلافاصله تصمیم گرفتیم که یک به نتیجه درست رسیدیم که یک بزنس قانونی است و من شروع کردم. گرچه بازم شوهرم زیاد موافق نبود، باز پسی که اطمینان شاسش یک بزنس قانونی است، میگفت شاید نتیجه نده، شاید درآمدش قدر آسان نباشه، تو بک‌گراند تجارت نداری، بک‌گراند فایننس است. در حالی که زیاد دوستام سوال میکنن ماندانا جان، میگن او ما آدم سوشیال میدیا نیستم یا تجارت از خدا چقدر سخت باشه، ما که بک‌گراند تجارت نداریم. نه خیر، همگی ما میتر بودیم. ماندانا جان هم بک‌گراندش دیگه چیز است از ما هم، اما یاد گرفتیم دوستا عزیز. ما از طریق اینمی ترینینگ هایی که بسیار عالی از در بزنس همه چیز یاد گرفتیم. اما وقتی که بعد از 4 ماه صادقانه، بعد از 4 ماه، چون دوستا عزیز وقتی که شما بزنس شروع میکنین مجبور هستین یک سلسله ترینینگ ها را طی کنین و این زمان میگیره که تا شما به مرحله ادورتایزینگ و درآمدزایی برسین. خب خوشبختانه من بعد از 4 ماه که قدر زمان طولانی نیست، من به درآمدم رسیدم و اون وقت بود که شوهرم کاملا اطمینانش حاصل شد که واقعا یک تجارتی است که نتیجه میده به همگی. اما در ابتدا مشکل بود، در ابتدا خیلی مشکل بود، همیشه مبارزه بودم. در زوما که می آمدم همه اینا به چالش بود برای من لایو آمدن. حتی روی تصویر من نبودم ماندانا جان در ابتدا که آمدم، چون شوهرم اجازه نداد، گفت که شاید اینا هم شناق باشه، میشه که یعنی خوب نیست که همگی بفهمه، بازی نتیجه هم نده. ولی شما بهشون ثابت کردین که این نتیجه میده و این واقعا یک قدرته. و میدونید که موفقیت به سادگی به دست نمیاد. موفقیت و تلاش با تلاش و پشتکار و صبر به دست میاد و هیچ کسی که شما نمیتونید ببینید که موفق شده باشه ولی این شکست ها، این پستی بلندی ها رو پشت سر نگذاشته باشه. و مایی که از روبرو داریم میبینیم فقط موفقیت ها رو میبینیم، ولی اون پستی بلندی هایی که شما داشتید در قبل یا شکست هایی که داشتید ولی هیچ کس اون رو نمیبینه. و خیلی هم عالی، خیلی خوب. نیلاب جان، من یه سال دیگه دارم، رمز و راز موفقیت تو این بیزینس چی هست؟ البته گفتید یه مقدارشو، ولی خب حالا باز اول تشکر میکنم از همکارای عزیز که لایک و کامنت میکنن لایو. تشکر بسیار زیاد از همگیتان. رمز و راز موفقیت در هر بزنسی یا حتی در کارهای شغل که شغل از دقیقت کارهای فول تایم، واقعا تلاش و زحمت کشی است که در پشتش است و اگر ما زحمت نکشیم، پشت کار نداشته باشیم، هرگز موفق نمیشین. و خوشبختانه که در این بزنس اینقدر سپورت میشدم از طرف کوچ، از طرف منتور، از ترینینگ های عالی که داریم دوست عزیز، ماسترمایند هایی که داریم، همگی میاین استراتژی های موفقیت خود شریک میسازن بدون ای که به این فکر کنن که اینا بزنس پارتنرم هستن، شاید مفاد من در خطر بفته. اصلا او چیزها در این بزنس وجود نداره. همگی به فضای صمیمانه با هم کار میکنن، تجارب همدیگه را شریک میسازن. اینا هم در موفقیت ما خیلی نقش داشته، چون این بزنس کاملا یک چیز نو بود بر ما و خیلی ها را دیدیم که در بزنس های آنلاین دیگه بوده. من خودم شخصا تجربه بزنس های آنلاین دیگه را ندارم، اما دوستایی بوده که شروع کرده ولی موفق نشده، به خاطر که این سیستمی که ما داریم، ترنینگ هایی که داریم، کوچ و منتوری که داریم، در هیچ جای نبوده. حتی هزاران منتور دیگه که در سیستم است. وقتی یک سوال آدم میپرسه در گروپ، ما گروپ ها داریم دوست عزیز در بین خود همکارا که مشکلات خود حل میکنیم، اگر با اسکرین شات و وایس حل شوه، یک سوال هم میمونی 10 نفر جواب میده. به خدا بر شما معلوم است منتور نوبت نمیرسه، هزاران منتور موفق دیگه است که جواب میده. و همیشه تیم ورک، کارهایی که تیم ورک است موفق بوده. از همین خاطر است که تیم ما روز به روز به صدها هزار نفر رسیده و هنوز هم زیاد شده میره. دیگه موفقیت ما دلیلش اینمی
سیستم است که حمایتی است و پشت کار و زحمت کشی خودم بوده البته که من. و همچنان ماندانا جان چیزی که در هر بزنس زیاد مهم است مایندست صحیح است. بله. باید آدم مثبت بین باشه. در هیچ بزنسی آدم توقع 2 روزه میلیونر شدن نداشته باشه یا 2 ماهه یا 2 شبه. اگر کسی میگه که در 2 ماه میلیونر میشه طبعا او اسکم است. هیچ بزنس قانونی، هیچ بزنس لیگلی 2 شبه پولدار شدن نیست. حتما ایره باید آدم در فکرش داشته باشه که من در 3 ماه 4 ماه توقع بالای $10,000 درآمد نداشته باشم، اما چرا بعد از 1 سال این 100% ممکن است. دقیقا همینطوره. ما توی سیستممون رقابت سالم داریم، رقابت بد نداریم و همه دوست داریم که با هم باشیم، با هم بیان، با هم رشد کنیم و پیشرفت کنیم. واقعا این بیزینسی هست که همه به همدیگه کمک میکنن، چیزی نیست که ما از همدیگه قایمش کنیم و این قشنگی این بیزینس هست. نیلاب جان، اینقدر سوال هست که من تون میخوام این سوالا رو از شما بکنم. بعضی از دوستان سوال میکنن که میزان درآمدزایی در این بیزینس ما کی به درآمد میرسیم؟ بله دوستای عزیز، درآمدزایی در این بزنس وقتی شروع میشه، من در ابتدا هم گفتم وقتی شما بزنس ایدی خود دریافت میکنین، طبعا وقتی شما شروع میکنین سرمایه گذاری میکنین یک آیدی بر شما تعلق میگیره که قانونی میباشه و به اساس اونمو شما درآمد میکنید و حد مثال عوایدتان به دولت کشورتان گزارش داده میشه. و با مجردی که آیدی بزنس خود دریافت میکنین، امی ترنینگ هایی که سیستم آموزشی علم دیجیتال مارکتینگ میباشه در هر پلتفرم از طرف منتور بر شما انلاک میشه و اون ویدیوهای از قبل تهیه شده است همیشه هندی میباشه، هر وقت که بخواین قابل دسترس میباشه. زمانی که شما یک سلسله ترنینگ ها را میگیرین، درس ها ابتدا از فیسبوک شروع میشه دوستای عزیز و هم با مجردی که شما بزنس پیج خود ستاپ میکنین و پالیسی های فیسبوک هم میخوانین، در کنار از این وبسایت خود هم میسازین و سلز فنل شما همچنان از طرف کمپانی طراحی میشه که اگر آدم به تنهایی بکنه شاید بسیار پول زیاد مصرف شه، اما اینجا بر ما فری انجام میشه چون کار ما تیم ورک است، ما فامیل هستیم در این بزنس و این چیزایی که بیس بزنس است اینا همش آماده شده است برای شما. فقط وبسایت خودم میگیرین، اما زمان شما میتونین که تبلیغات شروع کنین و به درآمد بیاین. البته که 7 پلتفرم است، اما لازم نیست که آدم تمام ترنینگ ها را از سر تا با آخر خلاص کنه بعداً به درآمدزایی بیایه. این شاید تا 6 ماه طول بکشه که شما هر 7 پلتفرم بخوانین، چون علم دیجیتال مارکتینگ یک علم بسیار وسیع است که مردم 4 سال بالاتر از او حتی در دانشگاه درسش هم میخوانن. اما ما کمی یک پلتفرم راه اندازی کردیم، میتونیم که ادورتایزینگ در روی زمو شروع کنیم و به درآمدزایی برسیم و چی بهتر که بتونیم از هر پلتفرم آهسته آهسته کار خود را بندازیم، چون هر کدامی پلتفرم ها میتونه یک منبع درآمد باشه به خودی خود. دقیقاً این یک فرصت بی‌نظیری هست که شما میتونید درآمد آنلاین داشته باشید و از هر جایی که هستید در هر زمانی که دوست دارید در کنار خانواده‌تون. نیلاب جان، شما اشاره کردین به اینکه اوایلش شوهرتون اجازه نمیداد که بیاین توی سوشیال مدیا از عکس یا از ویدیو خودتون یا از صدای خودتون استفاده کنید. آیا نیاز هست که توی این موقعیت اینترنتی ما حتما از تصویر خودمون، از صدای خودمون استفاده کنیم؟ این بسیاری از خانم‌های هموطنای خودم زیاد میپرسن، چون مردم ما زیاد دینی و مذهبی از بعضیا به او دلیل بعضیا شوهرایشان خوش ندارن که خانمایشان تصویر خود نشان بدن. اما ما در این بزنس از افغان‌های خود ما بسیار دختر خانم‌ها را داریم که اصلاً از صدا و تصویرشان استفاده نمی‌کنن ولی خیلی موفقانه با نوشتاری به پیش میبرن. یعنی اصلا موفقیت ما به اینکه چهره خود نشان بدیم نقش نداره اصلا، چون که به پشت کار و زحمت کشی است و ما کار ما اطلاع رسانی است. او چی فرق میکنه که با استفاده از تصویر ما باشه یا صدای ما یا نوشتار ما، اصلا تفاوتی نمیکنه دوست عزیز. و این ذوق و سلیقه خودم بود، خودم میخواستم که چهره خود نشان بدم، این قسمی راحت بودم، به این دلیل خواستم در تصویر بیایم. اما پیش از اینکه من در تصویرم بیایم به درآمد رسیده بودم.
بله، خیلی عالی. یعنی ما در این بیزینس رشد هم میکنیم، رشد شخصیتی هم میکنیم. علاوه بر این که از نظر درآمدی رشد میکنیم، از نظر شخصیتی هم رشد میکنیم. شاید شما به هر حال اون قبل از اینکه وارد بیزینس بشین این شخصیت رو نداشتید که بخواید بیاین جلوی دوربین یا اینکه توی سوشیال مدیا باشید، ولی توی این بیزینس که میاد خودتون یک استعدادهایی رو دارید که در این بیزینس کشفش میکنید. من این استعداد رو داشتم ولی نمیدونستم و واقعا هر روز یادگیری هست. یعنی شما اگر حتی به مراحل بالایی تو این بیزینس هم برسید باز نیاز دارید که هر روز یاد بگیرید، لرنینگ کنید. و خوبی این بیزینس اینه که ما 2 روز در هفته مسترمایند داریم، 2 روز در هفته زوم داریم، از تجربیات افرادی که در این بیزینس موفق هستن استفاده میکنیم. نیلاب جان، در آخر میخوام ببینم چه توصیه‌ای دارید برای افرادی که میخوان وارد این بیزینس بشن و مراحل ورود رو هم برای اون افراد بگید. ممنونم. بله حتما. پیشنهاد ما به دوستای عزیزی که لایو ما را میبینن این است که شک و تردید نکنین. پیشنهادم 100% همی است که اصلا شک در دلتان را نتین، چون این یک تجارت لایف چینجینگ است. اما قسم که غیر فارسی زبان ها همیشه میگن لایف چینجینگ بزنس است. واقعا زندگی آدم ها را تغییر میده. رشد شخصیتی، رشد مالی، رشد شخصیتی را خوش شما اشاره کنین و رشد مالی که طبعا همگی ما به هدف مالی بزنس یک به درآمد عالی برسیم. و بنابراین اگر شما میخواین دنبال ایجاد تغییر هستین در زندگیتان، حتما این فرصت امتحان کنین. من میفهمم همگی دوست دارن، هیچ کسی نیست در دنیا پول دوست نداشته باشه، نخواهی زندگی لوکس راحت آرام داشته باشه، اما به خاطر تغییرش شاید کاری نمیکنن. بس اگر اهدافی دارین، رویاهایی در زندگی دارین، باید که اگر نتیجه نو میخواین از همون کامفورت زون تان یا ساحه امنتان بیرون براین و تا که به یک نتیجه دلخواه رسین. دیگه اصلا نصیحت که اهل نصیحت نیستم، نصیحت دوست جواب دادم. حتما این فرصت عالی را امتحان کنید دوستای عزیز. و برای شروع مراحل این بزنسی است که تحت 3 مرحله صورت میگیره. مرحله اولش است که ماندانا جان یا مرا فالو کنین و اسم و ایمیل خود را راجستر کنین در وبسایت ما که در قسمت بایو هست. اطلاعات هم بر شما روان میکنیم. حتما 90 دقیقه وبینار را ببینین. بعدا ما دوره ترایل داریم که دوره مارکت ریسرچ ما می باشه. در اصطلاح استپ دوم شما می باشه که فرم ترایل را پر میکنین. یک سلسله مشخصات خود دارین که در فرم است از قبیل لیگل نیمتان، آدرس خانه، نمبر موبایل و مشخصا هر کارتی را که دوست دارید استفاده کنین. برای فیسی که داره $149 امریکایی است، او را میپردازین. با مجردی که او را پرداخت میکنین یک رسید دریافت میکنین، چون این پول ریفاندیبل است. و 8 ویدیوی کستومر سرویس یا بخش خدمات مشتریان دریافت میکنین که تمام اطلاعات بزنس در گنجانیده شده. و بعد از دیدن اونا کوچینگ کال خودم میگیرین و گروپ های وی آی پی ما را هم سر میزنین. بعدا اگر دوست داشتین قدم سیوم برمیدارین که سرمایه گذاری است. با هر پکیجی که دوست داشتین سرمایه گذاری حتی به حد توان یک محصل می باشه. ماده بزنس شاگردا داریم، محصلین داریم، از هر طبقه داریم. بنان همگی میتونن این تجارت شروع کنن، یعنی سرمایه گذاریش بسیار کم شکن نیست. و مرحله سیوم به این شکل خلاص میشه که شما بزنس آیدی خود دریافت میکنین و صاحب درآمد خود میشین. ولی اگر دوستم نداشتین، کسی شما را محکم نمیگیره، جبر و زوری در میان نیست، میتونین خود مختار هستین که ادامه بتین یا نتین. ممنونم نیلاب جان، خیلی عالی و خوب توضیح دادین. دوستان اگر که دوست دارید میتونید در همه پلتفرم ها ما رو دنبال کنید، به ما مسیج بزنید و اگر سوالی دارید از ما سوال کنید. و این بیزینس ارزش بررسی کردن رو داره و بیاید و به هر حال ممکنه زندگی هزاران نفر رو تغییر داده، ممکنه زندگی شما رو هم تغییر بده. خیلی ممنون نیلاب جان، ممنونم از همه دوستان عزیز که ما رو ساپورت کردن توی این لایف و ممنونم از همه بینندگان عزیز. خب دیگه خداحافظی کنیم اگر شما سوالی چیزی ندارید. نه خیر.
فکر میکنم لایو ما بر امروز کافی باشه. انشالله در آینده های نزدیک بازم خود آمدیم در خدمت بودیم. یک بله حتما. خیلی حتما. ها ساعت ها صحبت کنیم این تمام نمیشم. بنابراین صفحات ما را تعقیب کنین، حتما به نتیجه خواهد رسیدین دوستای عزیز. بله حتما. تا افراد خودشون نیان توی دوره آزمایشی نبینن، مثل همه ما که وارد دوره آزمایشی شدیم و همه چیز رو خودمون دیدیم و تحقیق و بررسی کردیم و وارد این بیزینس شدیم، افرادم باید بیان خودشون ببینن و وارد این بیزینس بشن. ممنونم ازتون نیلاب جان، ممنونم از همه عزیزان. خدا نگهدار. خداحافظ، وقت خوش. خدا